التلمیذات المجتهدات لا یضحکن اثناء الدرس. ترجمه اش چنین است که خوانندگان فعال هنگام درس نمیخندند. اکنون اعرابش چی است؟ اعرابش التلمیذات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم. پس تلمیذات این مبتدا بوده است و جمله‌ای که دومین جمله براتون تقدیم گردانده بودم این جمله اسمی بوده است، زیرا اینکه به مبتدا شروع شد. و خود کلمه التلمیذات شکل جمع است. جمع در زبان عربی به 3 قسم تقسیم می شود: جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم و جمع تکسیر. درس گذشته ما و شما جمع مذکر سالم را گرفتیم که علامت رفعش واو می شد و حالا جمع مؤنث سالم را می بینیم که علامت رفعش ضمه بوده است. جمع مؤنث سالم کلمه است که در آخرش الف و تا زیاد شدگی است. در جمع تلمیذتون جمعش تلمیذاتون، ببینید الف و تا در آخرش زیاد شده است، این می شود جمع مؤنث سالم. پس جمع مؤنث سالم علامت رفعش ضمه هست، علامت نصب و جرش کسره می باشد. خب التلمیذات مبتدا بوده است. المجتهدات نعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم. پس این مجتهدات نعت بوده است برای التلمیذات. پس پیشتر نعت منعوت رو از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند بیان کردم. اینجا دم دقت بتید التلمیذات جمع مؤنث که بود، المجتهدات هم جمع است. التلمیذات آخرش ضمه است، المجتهدات هم ضمه است، یعنی مرفوع است. التلمیذات معرفه است، المجتهدات هم معرفه است. پس این را دقت بدهید. التلمیذات جمع بود، المجتهدات هم همچنین جمع شد. پس التلمیذات مبتدا، المجتهدات نعت التلمیذات لا یضحکن اثناء الدرس. لا حرف نفی مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. گفتیم حرفا همه لا محل می شوند در اعراب. یضحکن پس یضحکو فعل مضارع مبنی على السکون لاتصاله بنون النسوة. پس یضحک فعل مضارع بوده است مبنی علی السکون. برای چی؟ لاتصاله بنون النسوة، به خاطر آنه که پیوست شدگی است در آخرش نون نسوه، نون جمع زنانه. نون ضمیر جمع زنانه در آخر فعل مضارع وقتی که پیوست می شود فعل مضارع مبنی می شود. پس فعل مضارع اصلا معرب است، در 2 حالت مبنی می شود. یکمین حالتش انا همین نون نسوه هست. وقتی نون نسوه پیوست می شود در آخری فعل مضارع مبنی می شود. دومین حالتش نون توکید است، چی خفیفه باشد و چی ثقیله. اکنون یضحکو فعل مضارع مبنی على السکون لاتصاله بنون النسوة. اکنون نون چی است؟ و النون نون النسوة ضمیر متصل مبنی على الفتح في محل رفع فاعل. پس این نون در محل رفع فاعل یضحکو بوده است. پس میگوید الجملة الفعلیه، یعنی که لا یضحکن، انا همین را میگوید
الجملة الفعلیه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. پس این جمله در محل رفع خبری التلمیذات می شده است. بعد از این اثناء الدرس، اثناء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. پس این اثناء ظرف بوده است، ظرفی زمان، یعنی در وقتی، در هنگامی. پس اثناء این ظرف بوده است و ظرفا منصوب می باشند. ظرفا چی ظرف زمان باشد چی ظرف مکان منصوب می باشد. یکی از منصوبات ظرف زمان و ظرف مکان می باشند. پس اثناء ظرف است منصوب و مضاف می باشد. الدرسی مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الکسرة الظاهرة. پس الدرسی مضاف الیه است و مجرور است و به سبب مضاف و علامت جرش کسره ظاهری می باشد. پس مضاف الیه یکی از مجرورات است. دو حالت جر است، یکیش با حرف جر و دومش با مضاف، کلمه آخرش مجرور می باشد. پس و ظرف یعنی اثناء الدرس این ظرف است. و ظرف متعلق بالفعل یضحکن. پس این ظرف متعلق می باشد به فعل یضحکن، زیرا اینکه جار و مجرور و ظرف همیشه متعلق می شوند. پس جار و مجرور و ظرف همیشه متعلق طلب می کنند، متعلق طلب می کنند. پس التلمیذات المجتهدات لا یضحکن اثناء الدرس، این جمله اسمی بوده است، زیرا که با مبتدا شروع شد و خبرش خبری غیر مفرد و جمله فعلی بوده است. التلمیذات مبتدا است، خبرش خبری غیر مفرد جمله فعلی می باشد. پس این